عزیزانم، نزدیکتر نشینید. باز هم نزدیکتر. زیرا این برنامه شاید آخرین برنامه باشد. شاید آخرین گفتار ما باشد و شاید آخرین تماشای شما باشد. زیرا هیچ کس نمیداند چند روز و چند ماه و حتی چند ثانیه ما هستیم. خدا شما و نزدیکان شما را در پناهش نگاه دارد. همین برنامه را بسیار از شما خواهش میکردم که گوش کنید. شاید ضرورتان آید، چون که به خاطر این برنامه را تحلیل کردن شخصا من خودم به خاطر این سوالها نیم عمرم را گذراندم و همین سالهایی که نیم عمرم را گذرانیدم میخواهم در 4 دقیقه و 5 دقیقه برای شما بفهمانم و میدانم که این برنامه برای شما ضرور است. به نام خدا برنامه را شروع کردیم. وقتی که مشاهده میکنیم اطراف بسیار نفران هستند که خودشان را گم کردند. زندگی برایشان معنی ندارد. همین بمانندی که چیزی میخورید لذت و مزه ندارد، همین خیز میخورید و بس. نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن کدام کار کنن و دیگر و دیگر. و از سمت دیگر اگر نگریم بعدا نفرایی هستند که بسیار تلاش دارند، کوشش دارند برای دنیایی مبلغ به دست آوریم و دیگر. اگر شما همین سخنها را به قلبتان گوش اندازید، چون ما کوشش میکنیم که این سخنان را از قلب به شما برسانیم و باور داریم که از جنایت و غارت و قتل و حتی عادی ترین که بین ما شده است پاره شما دست میکشید. این عمیق است اگر شما این را درک کنید. اطراف فلسفه زندگی گپ میزنیم که دائما من برای خودم 2 سوال را پیشنهاد میکنم و میخوام این را نیز شما بدانید. شبهه نیست، کسی را نگویم چی میگوید دنیا امتحان است. درست است، این دنیا امتحان است، اما کی ما را امتحان میگیرد؟ چگونه میگیرد؟ عزیزان، 2 سوالی که هست: برای چی آمدیم و چی کار کنیم؟ من به خودم دائم سوال میکنم برای چی آمدم و چی کار کنم. اگر انسان همین را درک کند برایش بس است. فلسفه زندگی را کوتاه کردیم. برای چی آمدم و چی کار کنم؟ چون گفتیم همه میداند این دنیا امتحان است. همه از کسی نپرسید، کسی رد نمی کند. همه میداند امتحان است. پس برگردیم. اگر چرا گفتیم که بیشتری مردم تلاش دارن، کوشش دارن، اینقدر میخواهند به خاطر پول به دست آوردن دروغ گوین، به خاطر پول به دست آوردن فریب کنن، به خاطر پول به دست آوردن به دیگران ضرر رسانن. برای چی؟ چون نمیدانند برای چی آمدن و چی باید کنن. عزیزان، ساده کرده اول دیگرگون میفهمانم. در شکل کل هیچ شبهه نیست که خداوند گفته است که ای بندگان من، خدا سازنده ما است، مهربان است، از همه چی به ما نزدیکتر و محبوبتر است. خدا گفته است ای بندگان، ای مخلوقان من شما را برای عبادت آفریدم.
برای عبادت. اکنون سوال، وقتی عبادت میگیم ذهن اکثر ما چی میرود؟ عبادت نمازخوانی نیست. عبادت تنها نماز نیست و دیگر حتی عادی ترین چیزی که من به سمت شما تبسم میکنم، انا همین تبسم عبادت است. به چهره پدر و مادر نگریستن عبادت است و بسیاری کارهایی که هستن همش قریب عبادت است، حتی خوردن و دیگر. و استادها میگفتن هر کاری که به بسم الله باشد. بسم الله چی است؟ چرا ما در هر کار ببینید همه کار کسی نباشد نوابسته، در هر کار چی میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله، به نام خدا. در هر کار ما چی میگیم؟ به نام خدا، به خاطر خدا، به نام خدا، به خاطر خدا. هر کار ما عبادت بود است. پس اکنون اطراف نفس برمیگردیم. بسیاری ها فراموش کردن که چی باید کنن، برای چی آمدن و چی باید کنن و همین مانع می شود. چی کار میکنن؟ دست به جنایت میزنن، دست به دروغگویی میزنن و هر کاری که به جامعه ضرر دارد بر همون دست میزنن. وقتی قصه ها رو میخواندیم در حیرت میماندیم که بزرگا اگر میخواستن همین خدا رو گفت کوه طلا میگشت برایشان. بزرگا اگر میخواستن کوه طلا میگشت، اما 2 روز و 3 روز چیزی نمیخوردن، چیزی نبود که خورن. در شکم حتی سنگ بسته میگشتن، چون آنها میدانستند که برای چی آمدن و چی باید کنن. همین مانع می شود که ما شاید دیگر نفسمان را اداره کنیم، که نفس ما را به کجاها نمی برد، به کدام کارها نمی برد. عادی کرده میگم من امروز چوب میشکنم، من امروز کار میکنم، به خاطر چی؟ به خاطر پول به دست بیارم و یا که برده نان به دست آرم. همون برده نان را چی؟ بخورم تا که قوه گیرم. چی کار کنم؟ ما کار میکنیم، تلاش، کار، این طرف و آن طرف، یک کمی هم پول میگیریم، غذا میگیریم، میخوریم. به خاطر چی؟ به خاطر عبادت، تا که قوه گیریم عبادت کنیم. عبادت رو گفتیم همه کار ما در زندگی، همه کاری که میکنیم این عبادت است. هر کاری که میکنیم، حتی محافظت چیه که محافظت میکنه، حتی تمام نوابسته. پس ما باید خوب درک کنیم برای چی آمدیم و چی کار کنیم. بزرگی بسیار زیبا گفت ای دل چی کنم خدا چنین میخواهد. ای دل چی کنم خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی خدا نان جوین میخواهد. فرعونی که خودش را خدا میگرفت در تخت زرین نشسته است، اما موسی که پیامبر خدا بود در خانهش پس از وی یک کاسه هم باقی نماند. پس چی بود؟ بزرگا درک میکردند، بزرگا فهمیدند که برای چی آمدن و چی باید کنن. روز یک نفر دولتمند قصرهای زیادی داشت. عقابش از همون خانهش پرواز کرد و رفت. دیگر فرمان داد که تمام درها را محکم کنید، درها و دروازه ها. و بزرگ میگذشت حیران شد، گفت این چه صورت است؟ این چه حال است؟ مگر یگان دشمن آمدنی است که شما دروازه ها را محکم میکنید و آمادگی دارید؟ نه، گفت همون عقاب پرواز کرده است، عقاب راهبرمان، سردارمان، و بنابراین فرمان داد که تمام دروازه ها و تمام چیزها را ببندید تا که پیداش کنند بیارن. بزرگ در حیرت ماند، گفت آخر او که خزنده، او که خزنده نیست، او پرنده است، پس چرا دروازه ها را محکم میکنید؟
اگر او بخواهد پرواز میکند. پاسبان ایستاد و فکر کرد، گفت بله راست میگویی، برد رسانید. در حقیقت راهبرش هم گفت که درست است، دروازه ها را باز کنید. فکر کنان خانه آمد این بزرگ. گفت ای خدا، گفت عجبا، من یک کفش پوشیدنی ندارم، پایلوچ میگردم، اما یک احمق اینقدر دولت دارد، سهولت دارد، قصرها دارد. خواب میکند، در خوابش یک صدای غیب میآید، نزدش میگوید آیا میخواهی که همون تخت ها، همون قصرها، همون بایگری و هر چیزی که این بای دارد برای تو بدیم؟ بر عوضی چی؟ بر عوضی علم تو، بر عوضی قدر تو، هر چیزی که در داخلت هست. این بزرگ بعد خطاگیش فهمید، دست برداشت گفت نه، من خطا کردم. از این سبب ما اگر درک کنیم، راستی از بسیار چیز دیگر خودداری میکنیم، حتی حسد هم نمیخوریم. و همون برده نانی که شما دارید قناعتش کنید و کوشش ها نکنید. بعدا نفرو رو میبینیم خودشان را این طرف میزنن، اون طرف میزنن، چی کارها نمیکنند، به خاطر چی؟ به خاطر پول بیشتر به دست بیارن. در زندگی مگر ندیدیم که معلم عادیه که زندگیش اینقدر آرام و خوب میگذرد، گرچند فقیرانه است؟ و دیدیم نفرانی که حتی من نمیدانم $10,000 هم معاش میگیرن، باز میبینی که قرضدار هستن. عزیزان، برای ما دنیا را نگریستن، فلسفه دنیا را، یگان چیز دیگر لازم نیست، فقط چشم خرد را باید باز کنیم. چشم خرد را باز کنیم، همش را درک میکنیم. ببینید که خداوند همه پیامبران رو یک چیز به خود داد. گفت مثلا پیامبر ما حبیبی است و ما را گفت پیروی از کی کنید؟ پیروی از ابراهیم. از ابراهیم پیامبر. چرا؟ چون ابراهیم خودش به سمت خدا رفته بود، جستجوی میکرد، از خورده فکر میکرد شمال از کجا، کی شب میکند، کی روز میکند، کی مرا میخواباند، کی دائما به خودش گفتگو میکرد، سوال میداد، جستجوی میکرد که دنیا را دیده، با همه چیز نعمتهایی که در دستش هست، همین دنیا را دیده. اما ما اکثر بیشتر همین چیزها را میبینیم، اما چشم خردمان محکم است. یک پسره که پدر رو بسیار خواهش میکنه که پدر مرا جنگل بر تماشا، پدر مرا جنگل بر تماشا. خیر روزی پدر میبرد جنگل، میگه مرحمت. پسر بچه میفراید، این طرف نگاه میکنه، این طرف نگاه میکنه و میگه اینها اینجا پر از درخت است و من تو را گفتم مرا جنگل بر که من تماشا کنم، این درخت ها نمیمونن که من ببینم. مرا پدر در حیرت بود، میگفت نمیتونستم که بفهمونم که همین درخت ها هستن جنگل. با این خاطر بسیار میخواستم که همین چی را درک کنیم. چیزی عادی است که ما رو از بسیار چیز میدارد. نفس دنیایی بسیار نازک است، بسیار مکار است که ما را میبرد و مانند که یک جوان با یک دختر زیبا عاشق میشود. دختر به نهایت زیباست، نزد پدر میآید، میگه پدر من با دختر عاشق شدم، برو برای من خواستگارش کن. پدر وقتی که این دختر رو میبیند، دختر اینقدر زیبا هست، پس چی کار میکنه؟ میگه ای بچم، لایق تو نیستی، لایق این من هستم که تجربه زندگی دارم و دیگر و دیگر، و برای خودش خواستگارش میکند. پسر در حیرت میماند، میشود بین هر دو جنجال. مجبور میشوند به کی مراجعت کنند؟ قاضی مراجعت کنند، نفری که معمای اینها را باید حل کند. وقتی قاضی که میآید میبیند که اینقدر زیبا از دختر، میگوید ای پدر و پسر، شما پای افضلاتون رو پوشید و راست خانه، لایق این من هستم که بین مردم آبرو و احترام دارم. و دیگر میشود 3 نفر جنجال. دختر که این صورت را میبیند میگه ایستید،
من به شما راه حل را میگویم. اینو حیران میگن من میدوم. دختر میگوید من میدوم، از پس من مرا پیگیری کنید. هر کسی که اولین شده مرا قپید، و دورای کودکی بازی میکردیم، کسی که اولین شده مرا قپید من از آنی او تمام هر سه روزی میشوند. معمو حل. دختر میدود، از پسش دوان. ناگه به یک چاه میافتند. چاه گفته چخوری را میگن. چخوری چخور است. میافتند هر سه. دختر از بالا اومده میگه ها این هر سه میگه که بچه ها افتادیم، برآمده نمیتوانیم. در همین زمان دختر میگه میدانید من کیستم؟ اینو از بالا حیران. دختر میگه من دنیا هستم. صاحب قصه چنین میگه دنیا همین گونه زیبا است. دنیا همین گونه به خود مفتون میکند. پدر رو با پسر، این رو با این هم میجنگاند، میدواند و عاقبت به کسی نمیماند. به کسی. ما باید چشم خیرت را باز کنیم. ما باید بدانیم که برای چی آمدیم و چی کار کنیم. کلمه روسی یک میسیه است میگن. میسیه خود را باید دانیم. هر تجهیزات تکنیکی که اگر نگینیم در داخلش ورقچه است، نظامنامه‌اش است، میکشاییم میخوانیم، همین طور باید استفادهش بریم. بعد اگر که هر طوری که خواهیم هر توکبه رو پخش کنیم، کنوپکه رو در نظر دارم، دیگر ویران میشود. برای همین ما هم نظامنامه‌مون رو باید بدانیم تا که چی؟ از بسیار کارهایی که زشت است، به جامعه ضرر دارد، از او خودداری کنیم. هیچ چیز برای ما مفت نمی آید و همه این موجودات خدمت ما را میکنند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کف آری و غفلت نخوری. این همه سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف است که تو فرمان نبری. بسیار دوست می داشتم که کمی هم باشد بیدار شوید. بیدار شوی شما دستکشی از جنایت و از گناه و دیگر است. باور کنید عزیزان، من خودم دائما جستجوی میکردم که چگونه است، چی است و دیگر چی است. چون در یک زمان قرار داریم تمام چیزی ما را ویران کردن. از یک سمت میبینی که سرزنش بالای ملت ما بود، از یک سمت میبینی پراکندگی ها بود، از یک سمت دیگر به واسطه دین بود که حتی چی کارها نکردن. مشاهده کردیم دیندارها، حتی داملاها چی کارها نکردن و هر واسطه رو دشمنان استفاده بردن. به هر راه. ما به این و آن و دیگر به همش کاردار نیستیم، اما وظیفه خودمون رو باید بدانیم. بس خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد. چینی فهمیشمان به شما فهماندیم. این معنی آن را دارد که گویا شما تالار ورزشی می روید. ما همین سبکک. ما حالا به اون درجه نرسیدیم که همچون یا پسیخالک گپ زنیم یا همچون یک دامولا گپ زنیم یا همچون چیزی دیگر. سخنهایی که برای شما گفتم یک ساده و عادی ترین چیزی هست که یک کوچکترین چیزی هست و ما نمیتوانیم که وقتی که 10 کیلویه و 20 کیلویه بازی کردن رفته یک بار 100 زورمون نمیرسد، دستمون میشکند. برای همون چیزهای ما ساده هستند گاه و هر چی که میگیم به فایده شما میگیم تا که شما به خود بیایید. از جنایت و از هر کارهای بد چیکار کنید؟ دست کشید. جامعه که سالم شد کشور سالم می شود. باور کنید جامعه که سالم شد کشور سالم می شود. کشور که سالم شد بعد ما می سبزیم، رشد میکنیم. بار دیگر میگم خدا ما و شما و نزدیکان شما
و ملت عزیز، کشور عزیزمان را در پناهش نگاه دارد که بسیار مصیبت ها دیده ایم. ما از قدیم الایام چون وظیفه ما با تاریخ کار کردن است آموخته آمده ایستاده ایم که بسیار فشارها دیدین ملت، بسیار پراکندگی ها دیدین ملت، و خدا کند که سرجم بشویم و از یک گریبان سر براریم تا برنامه های آینده.